داریم؟ گوش که دخترم اما همین خونو گیرو رفته با دختره که در اونجا نشست هست که با انا همون دخترک میدیدیم فهمیدی؟ من گیر دخترک رم گیر خود تو هم بیا بخور این من چه سلام علیکم توجه خیلی سالم آره سالم خوب کارتون سال آقا جون یک چی پرسم پرسید آقا جون راه کیرو ندارم یک سامون نمیتین یک سومو؟ مایلا شش گم نه انا پنج سومو انا ای خدا گم از اونی تو خور هزار آمد آقا جون هزار آمد هیچ گم خدا نه برکت بده. هیچ گم نه سلامت kima doğru dizdin? Varım acele de mı? Hı? Melisa kona varım ta. Hey, kara doğru dizdin? Kima dizdin? گوش کن چیکم شده است؟ Doğru dizdin. پول داروه چند سه میشود؟ Pulu doğru akar. 6 somon. من 30 تومان رو بگیر دخترم هوا خنک بیا کار رو بس میکنیم به خانه میرویم کمتر دیگه بیروم پدر جان پدر جان تو رو چی شد؟
جان شما خوب هستین؟ بله دکتر. زیق نشوید فقط شما همش خوب می شود. دخترم فهمیدی که به دلم چه شده است؟ من با سر دکتر صحبت میکنم. انشالله که همش خوب می شود. سلام علیکم. اما جان چی خیلی شما؟ سلامتی ها خوب؟ هیچی خودتان رو بهتر حس میکنه؟ بله بیشتر. خدا خواهد ساز میشوید. دکتر با پدرم چی شده؟ شما با من گفتم میتوانید. بیا خوب ترش در بری صحبت کنیم. من از این میدونید من نمیدونم که چی به شما فهمونم. خونروی دلی به ما سوز شده است. اگر ما هر چیز زودتر جراحی نکنیم دلی بیمار از کار ماندنش ممکن. چیکار کنم؟ شما جراحی کردن؟ نه من این خیلی جراحی را کردن نمیتوانم. تنها یک نفر جراحی کردن میتواند. یک چند روز پیش به خارج سفر کردم. با اون قسم زنید. من میتوانم که با وی به تماس بدایم. اما شما میدانید که برای جراحی پدرتان مبلغ زیاد لازم می شود. شما مبلغ را پیدا کرده میتوانید؟ نه دکتر ما مبلغ کلام نداریم. میدونید شما دل مانده نشوید. من با او یک بار صحبت میکنم. خب خب رحمت دکتر. الو دوستم اکمل چیکار شما؟ ساز خوب؟ رحمت در یک مسئله با شما صحبت کردن میخوام. گپ زن چی مسئله؟ یک جراحی تجلیلی داشتیم. او رو فقط تو خودت میتونی که جراحی کنی. میتوانی اومدن؟ پگو تو میدونی که من نو به اینجا اومدم. اگر روم قریب 1 سال کارم میموند. میفهمی؟ میدونستم که این طور میگویی. از من با تو یک گفتم. اگر بیای باز خوبتر میشم. سلیمان بیا این طرف کنیم. همه ورقهای همان بیمار رو با من روی کن. بله تشخیص ها رو همش دارم. مالی ما یک دیده برایم. خب مالش دوستم. مالش خیلی. ناز دخترم برای چی اینقدر تو زیقی؟ هیچی نه پدر جان. شما رو دیدن زیق شدم. دخترم ما همه در این دنیا مهمانیم. بهتر ягон چی گوی خورسان شوم. سلام علیکم. بیا با شما صحبت کنیم ها؟ دکتر چی شد؟ من با دکتر گپ زدم. گفت که یک فکر میکنم.
шумо ҳама ташхисҳои падаратонро ҷамъ карда ба назди ман биёред. ман бо тариқи факс ба он кас равон мекунам. хуб, хуб доктор, аз рамат тайки калом. кӯшавед. کی؟ بله دارم. این حجت‌ها و تشخیص‌ها را با فکس روان کردم که به شما رسوندم. از کجا؟ از تاجیکستان. از تاجیکستان. کی باشه؟ آها رفیقم. رحمتی کلام رئیس رو سلام گو. ماشي. مرحمت. سلام. مرحمت شنید. خبر خوش. من با دکتر در تماس بودم. خدا خواه سحر در همین جا میشود. شما مسئله مبلغ رو چی کرده؟ حل کرده؟ برای اینکه باز یگان مشکلی سر نزنه. نه دکتر، شما که همش خوب میشن. همش خوب است. این طرف که باشد از پس کار میشه. سلام دوست عزیزم چخیر رحمت خدا چخیر اومده نغز رسیده اومدی اوخی رحمت هر چی که اومدی از دیدار شما خیلی شاد شدم منم شدم لیکن میدونی من برای چی اومدم همون بیمورا زود به من نشون میدادی جراحی رو میدیدی مالش این طرفی باشد رفتی
گذشت؟ جناب پدرتون خوب گذشت. اما گذشت می‌دونیم که با مشاهده‌های خبرش می‌دونم. رحمت دکتر جان تشکر. دادا جان مرا ببخش. من آشخانه رو با فروش موندم. فکر میکنم که بغیر شما با ما هیچ چیز در کار نیست. فقط شما صحت شوید، در بری من باشید. برای من بس است. خانم زیق نشوید. قرض شما 20 سال پیش پرداخت شده بود. دکتر رحمت به شما. رحمت با منه. رحمت با پدرتون. با تمام داروها رو شما کجا بردید؟ با مادرم بردم. لیکن صد افسوس